چندین سال داری از لپتاپت استفاده میکنی، میزنیش به شارژ، میبری با خودت بیرون، کارهای معمولی، کارهای سنگین، بازی و ویرایش و اینا. تا حالا برات سوال پیش اومده که باتری لپتاپت چقدر از سلامتش کم شده؟ در چه وضعیتیه؟ آیا نیاز به تعویض باتری داره یا نه؟ میخوام 2 تا روش بهت بگم که خیلی راحت میتونی سلامت باتریت رو متوجه بشی. روش اول برای افراد پیشرفته، روش دوم برای افراد مبتدی. روش اول این هستش که شما توی تسکبار ویندوزتون بنویسید پاورشل و این دستوری که بهتون میگم رو بنویسید باتری ریپورت. این پایین هم براتون نوشته میشه، میتونید این کد رو بنویسید توی پاورشل و در واقع با استفاده از اون یک فایل برای شما ایجاد میکنه، یا حالا میرید توی اینترنت میتونید در واقع سلامت باتریتون رو چک کنید. برای افراد مبتدی 3 تا برنامه میخوام معرفی کنم. اولیش باتری مون هستش، دومیش باتری هلث هستش و گزینه سومی برنامه‌مون هم در واقع اسمارتر باتری هستش. تمامی اینها رو توی ویدیویی که اینجا هستش بررسی میکنم. این ویدیو رو حتما ببین.